امروز میخوام در مورد سس مایونز و تاریخچه این سس لذیذ و خوشمزه با شما صحبت کنم. سس مایونز یکی از محبوب ترین سس ها در سرتاسر جهانه و باعث خوشمزه تر شدن انواع و اقسام ساندویچ ها و غذاها میشه. به نظرتون سس مایونز اولین بار در کدوم کشور متولد شده و چطور به این سطح از محبوبیت دست پیدا کرده؟ در این ویدیو در مورد تاریخچه سس مایونز صحبت خواهم کرد و اطلاعات جالبی رو در مورد این سس لذیذ و بی‌نظیر با شما در میون میذارم. و در آخر ویدیو از اینکه سس مایونز در سلامت پوست و مو چه اهمیتی داره خواهم گفت. پس در ادامه با من همراه باش. اکثر مردم و حتی خود فرانسوی ها فکر میکنن که سس مایونز فرانسویه و اولین بار در این کشور ساخته شده. با این حال جزیره کوچک اسپانیایی منورکا داستان دیگه‌ای برای روایت داره. مردم این جزیره مدعی هستند که مایونز متعلق به این جزیره است و مدرکی که برای این ادعا دارند هم نام این سس خوشمزه است. بزرگترین شهر منورکا ماهون یا ماون طبق گفته و نوشته ها ظاهرا در اواسط سده 1700 بود که سس مایونز در این جزیره پدیدار شد. بر اساس این داستان نیروهای فرانسوی به هدایت دوک دوریشلیو بر شهر ماهون جزیره مدیترانه‌ای مینورکا که اکنون بخشی از خاک اسپانیاست مسلط شدند. سرآشپز مخصوص دوک برای آماده سازی غذای مخصوص جشن پیروزی به دنبال سس و طعم دهنده خاص و محلی میگشت که با سس مایونز آشنا شد. البته در این مورد بحث و گفتگو زیاده. بعضیا میگن سرآشپز خودش ابتکار عمل به خرج داد و با تخم مرغ و روغن این سس خوشمزه رو به وجود آورد و بعضی دیگه هم معتقدن که اون طرز تهیه سس مایونز رو از اهالی اون شهر یاد گرفته. دوک از طعم این سس خوشمزه خیلی خوشش اومد و به این ترتیب سرآشپز مذکور هنگام برگشت به خونه طرز تهیه سس مایونز رو با خودش به خاک فرانسه آورد. اما طرز تهیه سس مایونز که به اختصار مایو هم نامیده میشه، یه سس سرد و غلیظه که در اکثر سالادها و ساندویچ‌ها قابل استفاده است. ترکیبات ثابت این سس روغن، زرده تخم مرغ و یک نوع عصیر سرکه یا آب لیموئه. علاوه بر این با افزودن طعم‌های مختلف میشه انواع سس مایونز رو به وجود آورد که همه خوشمزه و لذیذن. رنگ سس مایونز با توجه به ترکیبات استفاده شده میتونه از سفید تا زرد کم رنگ متغیر باشه و بافت اون هم از سسی رقیق و شل تا سسی غلیظ و ژله‌ای وجود داره. سس مایونز اگرچه بسیار لذیذ و خوش طعمه اما به دلیل استفاده از روغن و تخم مرغ برای افرادی که کلسترول بالایی دارن چندان مناسب نیست. هرچند انواع سس مایونز بدون تخم مرغ برای گیاهخواران و سس مایونز رژیمی هم در بازار موجوده تا همه بتونن از طعم بی‌نظیر این سس لذت ببرن. وطن اصلی مایونز هر جا که باشه یه امر مسلمه و اون اینه که فرانسوی ها در گسترش و محبوبیت جهانی اون نقش مهمی داشتن. واژه مایونز از اوایل قرن 19 در کتاب‌های آشپزی آلمانی و انگلیسی در توضیح غذاهای فرانسوی آورده شده. این سس با طعم لذیذ و خوشمزه‌ای که داشت کم کم به کشورهای مختلف راه پیدا کرد و همه اون رو به عنوان سسی فرانسوی شناختن. اما دیری نگذشت که با اختصار مایو وارد خاک آمریکا هم شد و مهاجرین فرانسوی و به ویژه آشپزهای فرانسوی دستور تهیه این سس خوشمزه رو با خودشون به آمریکا بردن.
به طور مثال در سال 1838 میلادی رستوران دلمونیکو در منهتن انواع غذا با مایونز مثل لابستر مایونزی و چیکن مایونز رو به مشتریاش ارائه داد. انواع سالادهای فرانسوی که با سس مایونز تهیه می شدن در آمریکا و کشورهای دیگه محبوبیت زیادی پیدا کردند. مایونز در بسیاری موارد رقیب سرسخت و دیرینه سس کچاپ به حساب می اومد. یکی از مواردی که این رقابت بیش از همه نمود پیدا میکنه در مورد مبحث خوشمزه سیب زمینی سرخ کرده یا فرنچ فرایزه. در این مورد شاید بشه افراد دنیا رو به دو دسته طبقه بندی کرد: کسایی که سیب زمینی سرخ کرده رو با سس کچاپ میخورن و کسایی که سیب زمینی رو تنها با سس مایونز میل میکنن. البته دسته سومی هم شاید وجود داشته باشه که از ترکیب هر دو تا سس استفاده میکنن. اما اگه تا به حال فکر میکردید که مایونز رو تنها به صورت خوراکی مصرف میکنن، در ادامه با ما همراه باشید. این سس خوشمزه به دلیل ترکیبات مفیدی که داره در انواع ترفندهای زیبایی پوست و مو استفاده میشه. مایونز نرم کننده عالی و طبیعی برای موها محسوب میشه و خشکی و شکنندگی موها رو از بین میبره. زرده تخم مرغ، روغن گیاهی، زیتون و یا سرکه‌ای که در این سس وجود داره برای سلامت موها خیلی مفیده و موها رو درخشان، نرم و سالم و بدون مو خوره میکنه. سس مایونز همچنین برای سلامت پوست هم مفیده و به عنوان نرم کننده به ویژه برای پوست‌های خشک استفاده میشه. برای این منظور توصیه میشه کمی از مایونز رو داخل مایکروفر گرم کنید تا شل و روون بشه و بعد روی پوست بمالید. این سس به حذف سلول‌های مرده پوست کمک میکنه و پوستی شاداب و سالم به شما تحویل میده. البته که اگه سس مایونز خانگی و دستساز در اختیار داشته باشید، تأثیر بهتری از این سس رو مشاهده خواهید کرد. ممنون که تا پایان ویدیو همراهمون بودین. مطمئنم که از شنیدن مصارف مایونز برای زیبایی پوست و مو حسابی شگفت زده شدید. اگه شما هم مصارف دیگه ای ازش شنیدید رو برام کامنت کنید و نظراتتون رو با هم به اشتراک بذارید. اگه این ویدیو رو دوست داشتین هم لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید.